سلام دوستان، من همینطور که خدمتتون گفتم توی زاهدان هستم و مدتیه که گازرسانی توی زاهدان هست و از سال 92 توی یک منطقه‌ای هست که بندگان خدا زندگی میکنن و پول ندارن که گاز کشی کنن خونه هاشون. من تو 2 سالی که اینجا بودم تونستم با کاری که انجام دادم و از هزینه های خودم بزنم و 2 تا خونه رو با هزینه خودم و پسندازی که داشتم و از همین کاری که در آوردم درآمدم، یعنی اینجا 2 تا واحد که نیازمند بودن گازرسانی کردم براشون. این پست رو میذارم براتون و میخوام حمایت کنید که من اگه بتونم اینجا توی مدتی که تو زاهدان هستم، همینطور که گفتم میخوام واقعیت ها و زندگی مردم رو براتون به نمایش بگذارم، البته با اجازه از خودشون. میگم یه خونه رو ما سال گذشته گازرسانی کردیم. اینجا یک واحد معمولی که گازرسانی میشه حدوداً بین 25 تا 30 تومن در حال حاضر گازرسانی میشه که من 2 تا خونه رو میگم با درآمد خودم و از پسنداز خودم این کارو کردم. حالا میخوام این پست رو شما ببینید. میخوام کسایی که میخوان و به قول معروف دارن، وسعشو دارن، کمک کنن تا ما بتونیم توی زاهدان به این بندگان خدا کمک کنیم و خونه هاشونو گازرسانی کنیم. هستن کسایی که حتی وسع ندارن، این کپسولای گازی که دارن استفاده میکنن، هر کپسولی رو در حال حاضر 800,000 تومان خریداری میکنن که ببرن برای پخت و پزشون. ما تصمیم گرفتیم این کار رو انجام بدیم و میخوایم که کمکمون کنید. هر کسی که به قول من وسعش میرسه دست ما رو بگیرن، مثل آقای خادم که تو زابل دارن خدمت رسانی میکنن، بلکه ما هم بتونیم توی زاهدان این کار رو انجام بدیم. از اون طرف هم میخوام کسانی که تو زاهدان هستن و کسایی رو میشناسن که وسع مالی ندارن که خونه هاشون رو گاز کشی کنن، اونایی هم پیج ما رو فالو کنن و توی یوتیوب به ما یه پیامی بدن که ما بدونیم، هم بتونیم راحت‌تر پیداشون کنیم و هم بتونیم انشالله اگر وسعمون رسید و کمک از جایی به ما رسید بتونیم یه خدمت کوچیک انجام داده باشیم. لطفاً نظراتون رو بدید، ممنون میشم که ما رو حمایت کنید و تا بتونیم یه خدمت رسانی انجام بدیم. ضمناً من وابسته به هیچ ارگانی نیستم و فقط با کمک شماها دارم این کار انجام میدم و تک تک خونه هایی رو که من گازرسانی خواهم کرد ازشون فیلم میگیرم و حتی اگر خواستید هزینه هاش هم میدم طبق فاکتور و هزینه های نظام مهندسی و هزینه هایی که داره رو براتون تک به تک بارگذاری میکنم که شعبه‌ای توش نباشه. از اینکه ما رو حمایت میکنید ممنونم.